قبل اینکه بخواهی در زندگی جای دیگران را بگیری، اگر خودت باشی بهتر است، چون دیگران تو را به همین خاطر بیشتر دوست دارند و برای تو عشق می‌ورزند و وفا و صفا تقدیمت می‌کنند. بیشتر کنارت می‌آیند و بیشتر کنارت می‌باشند و خواهند بود، چون تو خودت هستی، با تمام خوبی‌هایی که داری، در کنار بدی‌هایی که نیز داری، با تمام دیوانگی‌ها، شیطنت‌ها، سرمستی‌ها، شوخی‌ها، قهقه کودکانه خندیدن و معصومانه گریستن. تمام اینها زیباست اگر تو خودت باشی، به جای اینکه جای دیگران را بگیری، به جای مصرف کردن انرژی و وقت سپری کردن تا آن کسی دیگر شوی. همین خوب است که خودمان باشیم، باور داشته باشیم، کوشش نماییم که کمبودی ها و کاستی های خیش را پر نماییم، از بقیه یاد بگیریم که چگونه بهتر زندگی می کنند، راز موفقیتشان چیست، در کجا و چه زمانی باید حرف زد و در کجا سکوت اختیار نمود، چه زمانی لبخند بزنیم و چه زمانی دلداری نماییم و دلداری بدهیم و دل به دست بیاریم. دیگران میآیند کنار تو و میباشند، تو باش، خودت باش. سپاس. علی جعفر منصوری، ورجینیا، امریکا. دسامبر 5 2000